Watch out. هلو خیلی خوشحالیم که با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه آهنگ اولد، یه آهنگی که شعرشو یه بار گوش دادیم از یه خواننده دیگه و الان هم یه خواننده دیگه. آهنگی عجب دنیاست این دنیا. اون افضل شو بود خونده بود عجب دنیاست این دنیا، الان با یه خواننده دیگه است. این چیه؟ آره یه خواننده دیگه ولی همون شعر فکر میکنم. بریم وقت رو طرف نکنیم این ویدیو رو با هم ببینیم. خیلی وقت بود که توی سنتی و اینا نبودیم و همش داشتیم آهنگای جدید و اینا رو گوش میدادیم، اما این دفعه فرق فکوله. این دفعه فرق میکنه. Let's go ببینیم چی کار قراره بکنه برامون. اکی یه خیلی با بچه ها حرف بزن باشون دوست باش. نه دیگه تمام شد. خب به چه جای خفنی، چه استیج خوبی درست کردن، بعد چه لوکیشنی هم هست. ببینیم مال کی بود؟ آقای چی؟ میر مفتون. عجب دنیا است این دنیا. 4K هم هست. Let's go. دو تا دافم انداختی کنارشو تو طبیعت و چقدر ساز سنتی جالبه، چقدر قشنگه. اگه هم دقت کنی از لحاظ موسیقیایی خیلی نزدیک به افغانستان هستن. آره. یکی به چاره و تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. قشنگ همون شعر و تعمید چقدر خوب میخونه. آفرین، هم بینواز خوب هم که خوب میخونه به نظرم. عجب دنیاست واقعا. یکی چند مایی درش است، یکی به پول یکی پول مست، یکی به چی گفت؟ میگه یکیشون یکی پولداره یکی پولدار نیست. من اینطوری فهمیدم. یکی بی پول یکی پول مست. چه جاره پول مست. یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. واقعا هر چی میگه راست میگه. لوکیشن رو ببین، نشون هم نمیده پشتش خیلی خفنه. نگاه دریاچه تو چی میگی این مثلا؟ صدا هم نداره. خیلی من خوشم اومده. چه حالی میده. خوشگل اون پشتش. یکی از آدمی دور است، ز ثروت مست و مغرور است. میگه یکی از آدمی دور است، ز ثروت مست و مغرور است. فکرش از خدا زور است، عجب دنیا. میگه تو فکرش از خدا زور است، یعنی اینکه از خدا هم قوی تره تو فکرش. عجب دنیاست این دنیا. این دنیا. یکی در قید زندان است، سیامالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است، عجب دنیا. میگه که یکی توی زندان است و از کاراش پشیمونه و زیر لب چی میگه؟ ارمان است. ارمان هم یاد فیلم شبیه افتادم گفت زندان. این دنیا عجب دنیاست این دنیا. تو بادی هم یا نسیم بهاریه و سلام عشق میکنم برای خودتون. خوش به حالتون، خدایی حال میده اونجا. این جالبه.
ببین سازهای مختلفی داره توش، خیلی جالبه. سری سازهایی که تا تو عمرم هم ندیدم. یکی از بچه بیزار است، یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است، عجب دنیا. دقیقا یکی از بچه بیزاره و یکی بچهش مریضه فکر کنم، یا اینکه بچه داره. حالا در کل این تضاد جالبیه واقعا. راست میگه، یه سری واقعا بچه دوست ندارن، یه سری عاشق اینن بچه دار بشن اما نمیتونن. خیلی داستان غم انگیزی است. عجب دنیا. او یکی دور از وطن باشد، شگل دور از چمن باشد، که جان دور ز تن باشد، عجب دنیا. یکی دور از وطن باشد چون گل دور از چمن باشد. میتونیم مثال دوستان افغانستانی بزنیم که واقعا از وطنشون دورن. همچنین ایرانیام آره، الان تقریبا ایرانیام خیلی خارج کشور داریم. نخبه قشنگ، دکتر، نمیدونم هنرمند. آره خیلی از بزرگایی، حالا مثلا توی آمریکا، توی ناسا، توی اوبر خیلی ایرانی هستی. حتی یه برند لباس خفن به اسم امیری هست و آره. حتی ماشین یه برند خفن به اسم رضوانی هست. اینا همه مال ایرانی هست. ولی خب الان ما داریم یه ماشین بی‌کیفیت و داغون سوار میشیم، اما اونا اونورا نمیتونن بیان اینجا کاری بکنن چون بهشون بها نمیدن. لعنت بر جمهوری اسلامی. عجب دنیاست این دنیا. اعصابمون خورد شده. لعنت به ظلم و ظالم. متن چی بود؟ مقصد به مقصد نمیرسد. چی بود؟ نمیدونم چی؟ یه متنی بود. آها خوش باش که ظالم به مقصد نمیرسد. همچین چیزی. آره اینا روزی 10 مرتبه به منزل. اینو یکی از بنده خداهای رئیس جمهور ایران بود که مرد تو هلیکوپتر. این رفته بود ترکیه، اونجا برای اومد برای اردوغان یه شعر بخونه. بعد گفت این شعر رو از حافظ براش وا کرد. یهو گفت خوش باش که ظالم ره نبرد به منزل، که ایشون ره نبرد به منزل. خودش ره نبرد به منزل. پس ظالم کیه؟ ما. بلش کن. آهنگ غمگینه چرا بشکم میزن. عجب دنیا هست این دنیا واقعا. اصلا سازش قر میده که حالا غمگین باشه چه نباشه. دقیقا. یکی به دین و ایمان است و خدمتکار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیا. میگه یکی بدون دین و ایمانه، به خدمتکار شیطانه و به فکر آزار انسانه. من خیلی ها میشناسم آقای با ایمانیه، نمازشو میخونه، فلان میکنه، بیسار میکنه، هیئت بینویسه، اما ظلم میکنه. میشناسیدش که چلاق. امروز قاطی کردم یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه، عجب دنیا. یکی پر از عشق و فلان و زندگی و اینا، یکی هم در پی یک خانه است. این دنیا عجب دنیا. عجب شعر تمیزی داره ولی خدایی قشنگ میگه. میدونی اون چیزایی که باید بگر رو. خانمه رو یک کم دیگه ول کنی میاد وسط، ولی اون بنده خدا فقط دست میزنه از اولش. یه دونه حق داره. حاج خود چه هنرنمایی میکنه آقای مفتون. نگاه. یکی یا میگه زن دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیا. او چه جالب. میگه یکی امید زن دارد، یکی در فکر وطنه و یکی هم دنبال چیه؟ به فکر کفنه. آره یکی هم به فکر کفن است. عجب دنیاست این دنیا واقعا. وقتی عمیق نگاه میکنی به این موضوع خیلی دردناکه.
یکی امید زن دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یاد کفن دارد. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، وای عجب دنیا. عجب دنیاست این دنیا. اینم از آهنگ عجب دنیاست. خیلی شعر پرمفهومی داره، با اینکه دوبار گوشش دادم الان خیلی بهتر درکش کردم، ولی خب اون از آقای افضل شو بود. مرسی که بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.